مخالف این صداهای ناهنجارم. ببینید بچه ها، توی ایران دوستان عزیز گرونی هست، منکرش نیستیم، همه چیز هست. اینا فکر میکنن ما خیلی هزینه مثلا ساخت مثلا یک مثلا موشک رو میدیم و ما بودجه نظامی 9 میلیارد دلاره. 9 میلیارد عددی نیست که بخوای مثلا تو باش مثلا کسی که میاد 6.5 میلیارد در طول مثلا 1-2 سال مثلا فقط دزدی میکنه، بخوای مقایسه بکنی با 9 میلیارد بودجه 1 سال نظامی ایران که سپاه، ارتش و نیروی انتظامی رو شامل میشه و ارگان‌های دیگه نظامی، وزارت دفاع فلان اینا رو شامل میشه، ما با این بودجه نمیتونیم که مثلا بخوایم با این بودجه مثلا بخوایم یعنی تاثیرگذار باشه تو سرنوشت مردم ایران و سر سفره مردم. 9 میلیارد تقسیم بر 80 میلیون ایرانی بخوای بکنی عددی نمیشه. حالا خلاصه بحث من اینجا نیست، بحث من اینه که یک برنامه مفصلی ساختم راجع به نیروی هوایی ایران، منتها خیلی ساعتش زیاد بود و خیلی صحبتم به درازا کشید. یوتیوب دیگه قبول نکرد و دیگه دیروز در کنگره آمریکا به 3 کشور 900 میلیارد دلار بودجه کمک چیز کردن. دیروز کنگره آمریکا با مشاوران امنیت ملی و دیگران جلسه بود، دعوت کرده بودن همه رو. 900 میلیارد برای اسرائیل، برای اسرائیلی که در خاورمیانه، اوکراینی که در با روسیه داره می‌جنگه و کشور تایوانی که احتمال جنگش هست با، یعنی